مؤسس مکتب تشیع امام صادق علیه السلام. این حرف اشتباهیه. امام صادق علیه السلام مؤسس و بنیانگذار شیعه نیست. خب پس مؤسس و بنیانگذار تشیع کیست؟ همون کسی که اسلام رو آورد. بنیانگذار مکتب تشیع شخص رسول الله هست. یعنی مرحله تأسیس تشیع از زمان پیغمبر است، اما مرحله کمالش به وسیله امام صادق علیه السلام است. پس اگر بگیم رئیس مذهب تشیع امام صادق، این اشکال نداره، درسته در مقابل این چهارتا. اما اگر بگیم بنیانگذار و مؤسس مکتب تشیع امام صادق، این تعالی فاسد داره. این نکته مهمی است. امام صادق گفتن که آقا شما اصول زندگیتون فرمود بر 4 چیز. تمام این 4 مورد با کلمه علمتو شروع می شود. این یعنی چی؟ یعنی زندگی من بر اساس علم و آگاهی است، نه بر اساس جهل و غفلت. امام صادق میفهمد یک، علمتو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدتو. اولین اصل زندگی من اصل کار و تلاش. خیلی چرا که قرآن میفرماد و ان لیس للانسان الا ما سعی. تمام آنچه که به انسان میدهند کنار سعی و تلاش او میدهند. دوم، امام صادق علیه السلام فرمود دومین اصلی که تو زندگی من حاکمه اصل حیاء از خداست. فرمود دومین اصل علمتو ان الله مطلع علی فاستحییت. من دانستم خدا بر ظاهر و باطن من اطلاع داره، در محضر خدا هستم، حیا کردم از خدا گناه کنم. اصل حیا تو زندگی خیلی آقا مهمه و حس حضور به انسان حیا میدهد. آدم اگر باور بکنه محضر خداست، خدا او را میبیند. این تعابیر قرآن خیلی عجیبه. علم یعلم بان الله یرا. آیا این انسان نمیداند که خدا او را میبیند؟ پیغمبر جمله‌ای دارن، 6 تا جمله دارن، میفهمن این چیز خوبی است، اما برای این گروه خوبتره. یکیش هم راجع به حیاست. فرمود الحیاء حسن ولکن فی النساء احسن. حیا برای همه خوبه، اما برای خانم‌ها خوبتر. چون خداوند به خاطر اون لطافت، ظرافت، زیبایی، جاذبه‌ای که به زن داده، او باید بیشتر حیا را رعایت کنه. سوم فرمود که علمتو ان رزقی لا یأکله غیری فاطمأننت. اصل اطمینان و آرامش کنار رزق و روزی. نشانه اطمینان و ایمان به رزاقیت خدا رعایت حلال و حرام تو کسب و کار است. سومین اصلی که بر زندگی من امام صادق حاکم است اصل اطمینان و آرامش به رزاقیت خداست. خدا به عهده گرفته ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خداوند رزق و روزیش به عهده گرفته. حتی به موسی کلیم فرمود موسی تو این اعماق اقیانوس زیر یک قطعه سنگ بزرگ یک کرم زندگی میکنه، حیات داره. اون روزی اون کرمو تو اعماق آبها زیر یک سنگ کی میده؟ خدای تو میده. گفت موسی من خدایی که رزق اون کرمو تو اعماق اقیانوس و زیر یک تخت سنگ فراموش نمیکنه، من رزق و روزی تو رو فراموش میکنم؟ و این خدا همه جایی است و این خدا در هر مکانی و هر زمانی هست. این خدا نمیمیره، حی لا یموت است. این خدا برای پیغمبرم بود، برای من و شما هم هست. اصل 4 که دیگه نمیرسم توضیح بدم، این اصل 4 خیلی مهم است. 4مین اصل فرمود که علمتو ان آخر امری الموت فاستعددت. من دانستم که آخر امر زندگی دنیایی مرگه. برای این مرگم خودم آماده کردم. حالا آمادگی برای این سفر ابد چیست؟ میدونید 2 تا ویژگی، البته ویژگی زیاد داره، ولی 2 تا ویژگی مرگ، 2 تا صفتی که مرگ داره و هممون قبول داریم. یکی این که مرگ یقینی است.
هیچ کس نمیگه من نمیمیرم، حتی غیر مسلمان هیچ کس مرگ رو انکار نمیکنه. صفت دوم مرگ اینکه زمان آمدنش معلوم نیست. پشت یک وانتی نوشته بود بار سفر چه بسته ای، مرگ خبر نمی کند آن که نبسته بار خود در این سفر چه می کند. واقعا امیرالمومنین گفتن آقا مشکل چیست؟ مشکل تر از او کدام است؟ فرمود مشکل قبر است، مشکل تر از او دست خانه رفتن به قبر است. خدایا این 4 تا اصل کار و تلاش، اصل حیا، اصل اطمینان و آرامش به رزق و روزی و اصل آمادگی برای این سفر عمل رو به حق امام صادق روزی همه ما بفرما.